هیچ موتوری اصالت 1300 رو نداره. وقتی 1300 پا به عرضه ظهور، پا به ورسه وجود گذاشت، آقا گوش بدین، رک و واضح و بیرو در بایستید بدون بلا نسبت. وقتی 1300 بود چیزی به اسم ویکینگ وجود نداشت، چیزی به اسم H2R وجود نداشت، چیزی به اسم FZ وجود نداشت. درسته؟ اینا همه نوه نتیجه های سیبی هن. سیبی جد بزرگه، سیبی ناموس موتور سواره ایرونیه. این حرفا کدومه؟ اگه دنبال اصالتی باز دیگه فکر کنم جواب بچه ها گرفتن دیگه. آره آقا ما متاسفیم، آقا ما سیبی رو دوست داریم، دست خودمون نیست. سیبی تو خون ماست، تو رگ ماست، تو قلب ماست.